بیننده های عزیز چینل یوتیوب نوای نور، سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم خوب و صحتمند و سر حال باشید. جهان سپاس از اینکه با نوای نور هستید. در ادامه سلسله برنامه‌های تفریحی یا دیدنی از جاهای مختلف، باز هم در ولایت میدان وردک هستیم، در قریه زیبا و سرسبز گرماب بالا. از اسمی که شما میبینید و تصویر دیده میشه، بسیار یک فضای سرسبز و عالی. فصل تابستان این منطقه، درختان میگه بسیار سرسبز و هوایی بسیار پاک و تازه. دوستا میگه این طرف انشاءالله در تصویر خود ما میاییم. میگه دوستا دیده میشه که مصروف کار کردن هستن در قریه گرماب. ببینیم که چی کارها میکنه. دوستا بازم سلام دوباره از این به تصویر آمدیم. بریم خدمت دوستا ببینیم که چی کارها میکنه و خلطه وسایل تکنیکی چون وقت دستاندازان مصروفه. دیگه همکار عزیزم تو بریم اینم من در تصویر آمدم. دوستان بریم بگردیم که چی کار دارم و این فضای زیبا و سرسبزی این منطقه ولایت میدان وردک قریه گرماب در فصل تابستان. در ادامه ویدیو با ما همراه باشید و ما را فراموش نکنید ویدیوها را لایک کنید و چینل هم سابسکرایب کنیدشون نرسید. کنار یکی از اطفال‌های نازنین قرار داریم. شاید برای که تصویری این کودک هم آشنا باشه. الیاس سلام. سلام کنید دفعه. سلام خدمت دوستا. سلام بدید در کامرا. سلام. چطوری الیاس؟ کجا مانی؟ ها؟ پچی مانی؟ نه. پچی از کی؟ ها پچی از کیه؟ شویا؟ آفرین. باش بری. چند پچی کی هست دیگه؟ Oyun Foklar'a, اوه کوکایتیا. Mustafa'ya, Ali Ahmet'e, آفرین. چیز کنمونه؟ Ober'e, Yusuf'a, Mustafa'ya, ماشاءالله زیاد هم هست. این پچی شویا؟ Ne? چیز کیش کرده پچی خو؟ Kaçalım. چولو؟ Ne? آفرین. خب بری دیگه پولی پاکای تو بابه تو چیز کنمونه چطور؟ Ne? اما تو کم پیش میریم دوستا. مصروفی شدید مصروف کاره فصل تابستان و کارهای زمینداری و دهقانی جریان داره دوستای عزیز. باز بریم کارمون دوستا. سلام علیک. سلام علیک دوستا. فقط منده شده حالا منده نباشید. شکر. چیز کارو برد؟ کارهای دهقانی دیگه کچال مسال خوابی شک والله شک. یعنی فصل بسیار فصل تابستان سرسبز داره که شما در هوای گرم یا یخ مصروف کاره نه؟ آره دیگه میگه کچال مسال خوابی. این اول که میشه خود یکم معرفی کنی خدمت دوستا. با انشالله خواهم منیم کچالو چه خواب میده و نمیده و چه همه معلومات خود داره دیگه انشالله. خیلی زیاد نه نو کیستی البته. آره دیگه من دادن نه آمده یا خدا رحمان رحیم سیدوری از قریه گرماب. گرماب تو آقا کچالو رو گفتی خواب میدی. حال فعلا فصل تابستانه دیگه، ماه اول تابستانه دیگه. کچالو رو به خاطر اینکه چی رقم خواب میدی به دلیل چی خواب میدی چی همه معلومات اگه داری خدمت دوستا. کچالو رو به خاطر ازی خواب میده که به حساب کچالو یک خونه خواب میده که به خاطر رشد کنه و یک کچالوش دوست کنه؟ رشد کنه به خاطر رشد کچالو. اینه ما و شما غذا میخوریم کچالو باید در این وقت سال باید خاک بخوره دیگه دفعه دیگه انداخته شد. آره خواب میدیم کم کود میدیم به خاطرش کچالوی بیش کچالو. این دیمناز خودون چی میده؟ آره خوشحال علی. یه چی قصد کچالو کشت کرد بخیر؟ چیزی کچالو کشت کردم. یا خدا مهربانه که یک حاصل خوب بده انشالله. شما هم دوستا خیلی زحمت میکشه تلاش کنه کارمونه دیگه. درست که یک حاصل دیگه در فصل خزان که بتونه مصرف زندگی خود اقل پره کنه دیگه. چطوره میگذره در پالوی از این کارا دیگه هم استفاده داره یا فقط هم دهقانی و گپای؟ فقط هم دهقانی دیگه کم ما و دیگه و کارهای دهقانی دیگه کارا اونجا نیست. آره دیگه اینجا بازم خوبه اینجا مصروف این سالشون تیره دیگه. سخت هست دیگه چند کار دهقانی هم سخت نیه؟ دهقانی سخت
خوبه بعد وقت سایه بعد وقت رفته یگان دوغ و یگان ماست و چطور؟ اون چیزایی که آدم همین با شیمه کارمون اگر نه که از یک طرف گرمی و از یک طرف زمینداری خیلی سخته. بسیار عالی، خوشحال شدیم واقعا نزدیک که وقت دادیم، وقتشون زیاد نگیریم، شما مصروف کار باشید انشالله. سلامت باشید. الیاس جان یک جای خوب هم نبودیم چطور؟ سعی که سرسبزی را این دریا رو فکر این دعوت هایی که دوستان مصاحبه کردیم، مصروف کار بود زیاد وقت ما رو نگیریم. دیگه ما و الیاس جان هم گفته از دوستای قدیم های میدان هستیم در این جاهای سرسبز و سایه و دریای خروشان و شراره او دیگه همکار بخش تصویر انشاءالله تصاویر از ما تکرار داشتیم دور بدیم تا طرف دریا و دریای خروشان رو به تصویر بکشون، دریای زیبای گرمای بالا کمو تا رفته و طرف گرمای پایین واقعا جای دیدنی و زیبایه. امیدوار هستیم که از تصاویر شما لذت ببرید و از آب و هوا واقعا اینجا ماشاءالله او خیلی فراوانه، دیگه زمینداری هم خوبه، دوستان قسم شما برید مخصوص کار کردن برید کچالو خاک برید و بعضیا رشقت داره و انشاءالله دوستان رو پیدا خواهیم کرد از اونجا هم دیگه از اینکه ویدیو طولانی نشه و شما هم خسته نشید. این پارتی برنامه امروز به پایان میرسن، انشاءالله که برنامه های دیگه هم هست از جاهای دیدنی، از آببازی و برنامه های متفاوت دیگه نوای نور در خدمت شما. پس شما هم ما را تعقیب کنید، ویدیوها را لایک کنید، چینل سابسکرایب ازتون نره دوستا. به چی یک صدای آل خروشان دوستا سعی کنید چی رو کیف بردم. امیدوار هستم که لذت برده باشید. تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوند پاک و یکتا میسپارم. الله نگهدار.